قطب شمال، سریالی که جایگزین گناه فرشته تو فیلیمو شد. این سریال جمعه ساعت 8 صبح از فیلیمو پخش میشه. اومدم زندگیتون رو با آتیش بکشم. سلام، چطوری؟ به پف فیلم خوش اومدی. امروز تو این قسمت قرار راجع به قسمت اول قطب شمال با هم حرف بزنیم، ببینیم مثلا این سریال ارزش دیدن داره یا نه. امین محمودی یکتا رو ما همیشه به عنوان نویسنده فیلم‌ها و سریال‌ها میشناختیمش، ولی قطب شمال اولین تجربه کارگردانی ایشونه. واقعیتش من وقتی شنیدم قطب شمال یه اقتباسی از رمان کنت مونت کریستوه، خب هیجان زده شدم. بعد اینجوری بودم که کاش گند نزده باشن، یه فیلم اقتباسی خیلی خفن داشته باشیم. ولی وقتی قسمت اولو گذاشتم شروع کردم به دیدن، خب تیتراژش واقعا منو جذب کرد. اون تصاویری که از یه سری از وسایل با یه نور و زاویه خاصی گرفته بودن به نظرم خیلی باحال بود، جذاب بود. بعدش یه جمله‌ای میاد روی صفحه، خب اون جمله هم برام جالب بود. مثلا گفتم ایولین داره، شروعش خیلی خفنه، پس حتما خود سریالم یه سریال باحالیه. گذشت این تیتراژ تموم شد، یهو تصویر عوض میشه. پلانی که میبینم فرزاد فرزین نشسته روی صندلی، این برگا دارن از رو زمین نمیدونم با باد چیه اینجوری میان بالا. من گفتم که خب این حتما موزیک ویدیوه، قرار اول سریال بخونه یا یه چیزی، ولی نه، تمام چیزی که نشون داد همین بود. فرزاد فرزین با اون یکی بازیگره که اسمش الان یادم نیست اینجوری نشستن رو صندلی و فقط زل زدن به دوربین، نه اکتی نه حرفی، هیچی نبود. واقعا هدفشون چی بود از ساختن اون پلان رو نمیدونم. وقتی هم که فیلم شروع شد اولین چیزی که خورد تو ذوقم دیالوگا بود. اینقدر کلیشه‌ای و مصنوعی آخه. بذارین اینجا رو براتون توضیح بدم. این دو نفر عاشق همن. از صبح با دوستشون، دوست پسره، پا شدن اومدن شمال تا شبم برگردن. خب حالا شما این صحنه رو تصور کن. این دختره از قبل خب پیش خودش فکر کرده که دارم میرم شمال، یه قطب نما دارم، قطب نمامو با خودم بردارم ببرم. بعد قطب نما رو با خودش برمیداره میاره شمال، کنار ساحل با دوست پسرش نشسته، قطب نما رو در میاره، میگه که خب هر وقت منو گم کردی سر این قطب نما رو بگیر بیا منو پیدا میکنی. خب آخه خیلی مسخره و مصنوعیه، همچین دیالوگی اصلا اتفاق نمیفته به نظرم. هر وقت گمم کردی نوک این عقربه رو بگیر بیا پیدا میکنی. از این پلان که بگذریم، میره دوست پسره رو نشون میده، همونی که راننده‌شون بود آوردشون شمال. اولین چیزی که راجبش توجهمو جلب کرد این ریشاش بود. انگار یه تیکه موکتو بریدی و با چسب چسبوندی رو صورتش. از ریشش که بگذریم، وقتی با نامزد دوستش تنها میشه، میره بهش میگه که من اصلا قبل همایون عاشق تو بودم و نمیدونم چرا اینجوری شد و این حرفا. من دوستت داشتم. بله. هنوزم دوستت دارم. دخترم قاطی میکنه و بهش میگه که این حرفو یه بار زدی دیگه، حق نداری همچین حرفی بزنی. این قضیه میگذره، اینجا به بعد دیگه داستان عشق و خیانت به رفاقت و اینجور حرفا پیش میاد. بعد از این مکالمه‌ای که با این دختره داره، این پسره یه بطری دستشه، بطری آب معدنیه که هر چند دقیقه بار ازش آب میخوره، که من اولش فکر میکردم آبه ولی بعداً فهمیدم عرقه. ولی اینو از روی اجراش متوجه نشدم، چون که وقتی داشت اونو میخورد خیلی معمولی انگار داره آب میخوره، نه چهرهش تغییر میکرد نه هیچی. بعدن یه چند پلان جلوتر اومده به دختره میگه که آره من اون روز حالم خوب نبوده، بذار رو حساب مستی که داشتم و اینا. از اینجا به بعد ویدیو ممکنه یکم اسپویل داشته باشه براتون، پس اگه دوست دارین این سریال رو ببینین از اینجا به بعد ویدیو رو دیگه نگاه نکنین. بازیگر نقش اصلی همون پسر همایون به خاطر پاپوش رفیقش میفته زندان و قراره یه مدت خیلی زیادی رو تو زندان بمونه و وقتی که برگرده مثل اینکه قراره بره انتقام بگیره. خب طبق چیزی که تو داستان کنت مونت کریستو بود و یا یه سریال هم میگن این سریال از روی سریال ترکی ازل الهام گرفته شده یه جورایی. من ازل رو ندیدم، نمیدونم تا چقدر از روی ازل کپی شده، ولی خب ازل هم یه اقتباسی از کنت مونت کریستو بوده، به نظرم طبیعیه یه چیزای شبیه هم در بیاد. بعد اینجور که معلومه فرزاد فرزین قرار آینده نقش همایون رو بازی کنه، یعنی وقتی که از زندان اومده بیرون و قرار بره انتقام بگیره. ولی این آقا به عنوان نقش اصلی تو قسمت اول من هیچ حسی از اجرا و بازیش دریافت نکردم. خیلی تصنعی، دیالوگاش مصنوعی، بازی‌ها مصنوعی، همه چی دراماتیک بوده.
یه سکانسی بود تو این قسمت که اگه میتونستن خیلی خوب درش بیارن، اون سکانسایی میشد که ترند میشد تو اینستا، همیشه پخش میشد و اینا. شب عروسی همایون و ارغوان بود و اون دوستشون که ارغوانو میخواست مست کرده، یه جوری با بغض و گریه داره میرقصه. اگه میتونست اون حس و حالش رو خوب در بیاره، اون سکانسای ماندگار میشد، ولی خب واقعا همونم گند زدن حتی. راستش بخوام راجع به همه سکانس‌های ضایع این قسمت رو باهاتون حرف بزنم 2 برابر تایم خود قسمت اول زمان میبره. تا همینجا به نظرم کافیه. در کل این قسمت اول اصلا باب سلیقه من نبود. فکر نمی‌کنم من بخوام قسمت‌های بعدی این سریال رو ببینم حتی. این قسمت از این سریال تنها یه نکته مثبت داشت که اونم موسیقی بامداد افشار بود. هم موسیقی تیتراژ اول، تیتراژ پایانی و موسیقی متن فوق‌العاده بود. اگه قسمت اول قطب شمال رو دیدی و نظرت مخالف نظر من و این سریال رو دوست داشتی، حتما بهم بگو. دوست دارم نظرتو بدونم. دکمه حساب و لایک یادت نره. دوستتون دارم. خداحافظ.